سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. من علی گرایمز هستم و این بازی امروز که قراره اجرا کنیم به اسم کارنیج وارز هست. یه بازی تفنگی و بسیار جالب. میریم که داشته باش. این بازی الان متشکل از 4 نفر، یکیش که خودم و 3 تا بات هستش تو این بازی. گیم پلیش رو میبینید که امیدوارم شما از این بازی لذت ببرید مثل من. قانون این بازی اینه که هر کی بتونه 20 نفر رو سریع بکشه برنده این بازی میشه. متاسفانه منو کشتن. البته اینجوری که دوباره ریسپان میشم و برمیگردم به بازی. همشون اینا میگه این بازی اسرار متنوعی امیدواره و خیلی لذت ببرید. بالا سمت راست که عکس اسکلت با تاجی که رو سرشه کشته‌های منه که چند نفر رو کشتم. من الان 4 نفر از 20 نفر رو کشتم. این هواپیما انتحاریه. نگاه کن چند نوع انتحاری هست. ماشین هست، هواپیما هست. من از هواپیما بهتر میتونم استفاده کنم. خودم بمیر. حتما شما هم این بازی نصب کنید و ازتون خواهش میکنم منو حمایت کنید، سابسکرایب کنید. ببخشید که تصویرم نیست. انشالله با افزایش مناسب تصویر خودم نشون میدم که شما هم لذت ببرید از بازی. متشکرم. خیلی متشکرم. و میخواستم بگم لایک کنید و منو سابسکرایب کنید. امیدوارم بتونم دوستتون دارم زیاد. بچه ها میدونم امکاناتم کمه، منو ببخشید دیگه. میدونم اینجوری سرعت میده و البته نمورد لعنتی نمورد جونش ولی کم. تا این لحظه 9 نفر رو کشتم. میبینید بالا سمت راست تقریبا عکس میکروفون هم اجازه گریز ضربه داره. با اون حتی میشه آنلاین بازی کنید. میتونید با دوستاتون و آشناتون تو جمع خانوادگی بازی کنید به وسیله هاتسپات و بهتون خودم بسیار خوش میگذره این بازی، چون من خودم امتحانش کنم لذت ببرم. حتما امتحانش کنید. لعنتی منو کشت. ما 11 نفر رو کشتیم، 9 نفر دیگه تموم نیست. سریع امیدوارم بازی تموم بشه بتونیم پیروز این بازی باشیم. اینجا با حرفه‌ای کار کنیم. ببین لعنتی فرار کرد. کشتمش. تا این لحظه 13 نفر رو کشتیم، فقط 7 نفر دیگه میشن. از این فاصله بیا
بچه همونجور که بهتون گفتم امیدوارم همه یادتون نمیده من علی گران هستم. خوشحال میکنم حمایت کنید. ممنونم. نگاه کنید 10 دقیقه و 40 ثانیه دیگه حدوداً مونده. اگه هیچ کس نتونه 20 نفر رو بکشه تو این زمان باقی مونده، اونی که 20 این کشته باید داشته برنده این بازی میشه. متاسفانه منو کشم ولی من تونستم یه نفر دیگه هم بکشم. شونزده نفر 4 نفر دیگه. یه نفر دیگه. بچه من بازی خوبه فکر نکنیم ولی الان خیلی وقت بازی میکنم. تمام. بچه ممنونم که این بازی رو نگاه کردید. امیدوارم سابسکرایب کنید و منو حمایت کنید. بتونید لایک هم بزنید. خیلی ممنون. امیدوارم سریعتر بتونم به 1000 تا سابسکرایب برسم. این بازی رو برنده شدیم. خب بچه‌ها این بازی هم به پایان رسید. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید و منم حمایت کنید. علی گرامی هستم. خدا نگهدار.